سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز میخوام یکی از غذاهای محبوب تبریزی رو آموزش بدم به اسم کتلت گوشت یا شامی مشهور تبریزی. بریم سراغ مواد اولیه. گوشت چرخ کرده 400 گرم، لپه یک پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، پیاز 1 عدد، آرد گندم 1 تا 2 قاشق غذاخوری، کره به مقدار لازم، زعفران دم کرده به مقدار لازم، نمک و فلفل سیاه و پاپریکا و پودر سیر به مقدار لازم. برنج خیس شده 3 پیمانه. خب حالا برای تهیه این شامی خوشمزه‌مون ابتدا میریم سراغ لپه ها. نیازی نیستش که اونها رو از قبل خیس بکنیم، فقط آب بسیار سرد روش میریزیم و میذاریم که بپزه. توجه داشته باشید که آب باید کاملا سرد باشه، آب یخچالی، تا لپه ها به خوبی بپزه و مدت زمان پختش بسیار کمتر میشه در این حالت و لپه ها کاملا مغز پخت میشن. ولی اگر از آب ولرم یا آب گرمتر استفاده بکنید، لپه ها بسیار دیر پز میشن. خب حالا بعد چند دقیقه که آبش به جوش اومد و کف روش جمع شد، ما این کف روی لپه ها رو جمع میکنیم که بعداً روی کیفیت لپه ها بسیار تاثیرگذار هستش. و چون فقط توی شامی تبریزی هستش که از لپه استفاده میکنیم همراه با گوشت، در واقع ماده بیسمون همینا هستن، پس کیفیت لپه توی کیفیت شامی ها بعدا خیلی تاثیر گذاره. واسه همین توی پختش باید خیلی دقت داشته باشیم که کاملا مغز پخت بشن. بعد اینکه کاملا مغز پخت شدن، من اونها رو داخل غذاساز میریزم تا کاملا پوره بشه و میرم سراغ پیازم. پیازی رو که داشتم با رنده ریز رنده میکنم همطور که تو تصویر ملاحظه میکنید و بعد گوشتم رو بهش اضافه میکنم. خیلی خوب با هم دیگه اونها رو مخلوطشون میکنم تا پیاز به خورد گوشتم بره و همین ابتدای کار بوی ذخم گوشت گرفته بشه و اونو به ترکیب لپم اضافه میکنم. لپه رو توی غذا ساز کاملا لهش کردم و مخلوطشون میکنم که کاملا یه ترکیب یک نواخت باید داشته باشیم. خب بعد از اینکه این ترکیب یک نواخت رو به دست آوردیم، میریم سراغ زعفرون. زعفرون رو به ترکیبمون اضافه میکنیم. دقت داشته باشید که زعفرون جزو مواد اصلی شامی تبریزیه، پس باید حتما اضافه بکنیم و بعد ادویه ها رو اضافه میکنیم: فلفل سیاه، پاپریکا، نمک و همینطور پودر سیر داشتیم. اینها رو اضافه میکنیم. منتها میزان ادویه هایی که میزنیم کاملا اختیاریه و بستگی به تب و ذائقه خودتون داره. من پودر سیر رو بسیار کم استفاده میکنم چون نمیخوام طعم سیر بگیره، ولی شما میتونید بنا به ذائقه خودتون میزانش رو یه مقدار هم بیشتر استفاده بکنید. خب حالا همه مواد رو هم میزنیم دیگه، میخوایم کاملا همه مواد یک نواخت بشه و حتی اگه شما فرصت داشته باشید و بتونید با دستتون اونو ورزش بدید، مثلا در حد نیم ساعت، خیلی توی کیفیت شامیتون بعداً تاثیر داره. و خب بعد از اینکه یه مقداری اونو هم زدیم، میتونیم تخم مرغ ها رو بهش اضافه بکنیم. بچه ها، ما 2 تا تخم مرغ داشتیم داخل شامیمون، اونها رو میشکنیم. فقط دقت داشته باشید که اگه خواستین میزان تخم مرغ ها رو به نسبت گوشتتون افزایش بدین، چون ما 400 گرم گوشت چرخ کرده داشتیم و 2 تا تخم مرغ، اون وقت یک مقدار روی طعمش شاید تاثیر داشته باشه. هر چقدر میزان تخم مرغ نسبت به گوشت کمتر باشه، خیلی طعم بهتری به شامیتون میده. البته خب میزان چسبندگی و اینکه شامیتون وانره باز مهمه، چون تخم مرغ باعث چسبندگی میشه. ما آرد رو هم بهش اضافه میکنیم، منتها آرد رو ما حدود 1 الی 2 قاشق باید به این ترکیب بزنیم. بیشتر از حد هم ترکیبمون رو جالب نمیکنه. حالا شامی ها رو آماده کردیم داخل روغنی که از قبل داغش کرده بودیم. من انداختم. ببینید شامی ها حالت بهتر گرد داشته باشن. من اونها با دستم فرم دادم، داخل تابه انداختم و میخوایم که ضخامتش در همین حدی که
ملاحظه میکنید باشه، زیاد کلفت نباشه چون جالب در نمیاد. همین که یه طرف شامی ها سرخ شد، اونا رو برمیگردونیم و طرف دیگرش هم سرخ میکنیم. همین که دو طرفش سرخ بشه دیگه کارمون تمومه. میریم سراغ برنجمون. من از قبل گذاشته بودم آب به جوش بیاد. برنج آبکش شدم و داخلش ریختم. 3 پیمانه برنج داشتیم و روش یه درب نیمه باز گذاشتم تا سریعتر به جوش بیاد و کیفیت برنجمون بسیار بهتر بشه. خب همینطور که ملاحظه میکنید تو تصویر، برنجمون به همین حد که برسه مناسب هستش برای آبکشی. دوستان، من طرز آبکش کردن و همینطور خیس کردن برنج رو قبلا آموزش دادم. خواستید از همین لینک بالا میتونید استفاده بکنید. خب حالا داخل قابلمه‌مون تهدیگ لواش گذاشتم و بعد برنجم رو بهش اضافه میکنم و اونو از اطراف به سمت مرکز قابلمه جمعش میکنم و سعی میکنم که برنجا به اطراف قابلمه نچسبه. همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید همه رو به سمت مرکز هدایت میکنم و بعد روغن داغ که همون کره ذوب شده است رو بهش اضافه میکنم. میتونید از روغن مایع یا زیتون هم استفاده بکنید. خب حالا نهایتا زعفرونم رو بهش اضافه میکنم چون میخوایم برنج زعفرونی داشته باشیم. زعفرون دم کرده بهش اضافه میکنم. در نهایت هم نصف لیوان حدودا آب از اطراف بهش اضافه میکنم و میذارم که دم بکشه. حدودا 10 دقیقه با شعله بالا و 35 دقیقه با شعله پایین اجازه میدم تا به خوبی برنجم دم بکشه. خب حالا برنجم دم کشیده و آماده است. اونو داخل ظرف سرو میکشم. البته بخش زعفرونی اصلیش رو جدا کردم تا بعدا از روش بهش اضافه بکنم. برنج رو داخل دیس میکشم و با زعفرون هایی که از قبل جدا کرده بودم تزیینش میکنم. شامیمون آماده است. به به، شامی بسیار خوشمزمون آماده شده. من اونو با برنج زعفرونی سروش میکنم که بسیار خوشاب و رنگ شد. دوستای عزیزم، من شامیای تبریزی رو با گوجه فرنگی و جعفری تزیینش کردم که بسیار با هم دیگه ترکیب مناسبی رو میسازن و تقدیم شما دوستای عزیزم میکنم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و این شامیای فوق‌العاده خوشمزه رو تهیه کنید و همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید. دوستای عزیزم، اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.